با سلام و درود به شما همه هموطنان عزیز و فارسی زبانان مقیم کانادا، بالاخص تورنتو. امروز از طرف تلویزیون ایران تیوی آمدیم به خدمت یکی از ایرانیان موفق مقیم کانادا تا مصاحبه‌ای داشته باشیم در خصوص فعالیت‌هاشون در کانادا. آقای دکتر رضا مریدی تنها نماینده پارلمان و کاندیدای ورود به پارلمان اونتاریو هستند که فعالیت خودشون رو در تورنتو و در ناحیه ریچموند هیل در این خصوص شروع کردند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه ما. خیلی متشکرم از جناب والی و همینطور از ایران تیوی به خاطر دعوتی که از من به عمل آوردید که در این مصاحبه شرکت بکنم و با هموطنان عزیز ایرانی در تمام دنیا، مخصوصا هموطنان عزیز ایرانی شهر ریچموند هیل گفتگویی داشته باشم. تشکر میکنیم از اینکه وقتی رو به ما دادید. آقای دکتر اجازه بدید که سوالات خودمون رو شروع بکنیم در خصوص معرفی خودتون و سابقه‌ای در مورد تحصیلات و مهاجرتتون به کانادا. عرض کنم که من رضا مریدی هستم، در ایران متولد شدم، در تهران در بیمارستان البرز دوره تحصیلات متوسطه تمام کردم، از دانشگاه تهران درجه لیسانس و فوق لیسانس فیزیک رو دریافت کردم. بعد از اون در مدرسه عالی پارس تهران اون موقع مشغول تدریس شدم. بعد برای ادامه تحصیل به انگلستان رفتم، در دانشگاه برونل لندن دوره فوق لیسانس تکنولوژی و دوره دکترا پی اچ دی رو در دانشگاه برونل لندن با رتبه خوب در واقع در دوره فوق لیسانس شاگرد اول شدم در لندن. و بعد عرض کردم که بعد از اتمام تحصیلات برای خدمت به وطن عزیزمون ایران به تهران برگشتم، در دانشگاه فرح پهلوی اون موقع و دانشگاه الزهرای فعلی که اسمش هست مشغول کار فول تایم شدم و در جوار اون در دانشگاه ملی، در مدرسه عالی پارس، در مدرسه عالی کاشان، در مدرسه عالی عراق و مدرسه عالی هواپیمایی کشوری مشغول تدریس و تحقیق بودم. و چند سال بعد از انقلاب، حدود 20 سال قبل از انقلاب، 20 سال پیش از ایران خارج شدم، رفتم کشور فیجی. در دانشگاه فیجی حدود 2 سال و نیم مشغول تدریس و تحقیق بودم و بعد از اون در 1990 یعنی 17 سال پیش به کانادا اومدم. خب بسیار عالی، یک سابقه درخشان از فعالیت‌های علمی آقای دکتر هستش. البته آقای دکتر در خصوص فعالیت‌های تخصصی خودشون در زمینه فیزیک و فیزیک پزشکی جوایزی رو هم کسب کردن. اونجور که ما اطلاع داریم جایزه علوم و ارتباطات انجمن هسته‌ای کانادا رو در سال 2001 کسب کردن. جایزه انجمن فیزیک پزشکی کانادا رو در سال 2002 تونستن کسب بکنن. 2 جایزه مهم آکادمیک رو هم از انگلستان در دهه 80 و 90 در خصوص فعالیت‌های تخصصی خودشون کسب کردن که به عنوان یک افتخار علمی برای ما ایرانیان محسوب میشن. آقای دکتر بفرمایید که چه مدت هستش که فعالیت‌های سیاسی خودتون رو شروع کردید و چطور شد که از زمینه تخصصی فیزیک تمایلی داشتید که از زمینه سیاست هم فعالیت کنید؟ خیلی متشکرم از این سوال. عرض کنم که من همیشه در مسائل اجتماعی علاقه‌مند بودم، چه در ایران چه در خارج از ایران. موقعی که دانشجو بودم و وقتی اومدم کانادا، خب دیدم جامعه ایرانی در کانادا روز به روز داره بزرگتر میشه و خوشبختانه جامعه ایرانی همانطور که خودتون مطلع هستید در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، آکادمیک موفقیت‌های زیادی کسب کرده. ولی در زمینه سیاسی متأسفانه جامعه ما نتونسته به اون مرحله و مقام و موقعیتی که واقعا استحقاقش رو داره برسه. من سالی که در حزب لیبرال اونتاریو فعال بودم و این اواخر هم خب یکی از دوستان و همینطور از دوستانی که در خود حزب هستن توصیه میکردن که فلانی شما بیافتید جلو، بلکه ما ایرانی هم بتونیم فردی رو در پارلمان اونتاریو داشته باشیم. روی این از من فکر کردم که الان موقعش هست که در زندگی من موقعش رسیده که بتونم خدمتی انجام بدم، هم برای جامعه ایرانی به عنوان اولین نماینده ایرانی لست در پارلمان اونتاریو و هم برای کانادا و استان اونتاریو و شهر ریچموند هیل. بدین روزی که ما هممون اومدیم در این مملکت بسیار زیبای کانادا، در این مملکت من و مطمئنا شما هم همینطور و بقیه هموطنان عزیز ایرانیمون در این مملکت ما آزادی و دموکراسی رو پیدا کردیم. در کشور عزیزمون ایران بعد از انقلاب من که استاد دانشگاه بودم، رئیس دانشکده بودم، رئیس دپارتمان فیزیک بودم، رئیس کتابخانه مرکزی بودم، خدماتی در دانشگاه انجام داده بودم، با یک کاغذ 2 خطی من از دانشگاه بیرون کردن.
ولی در این مملکت ما رو قبول کردن، ما رو پذیرفتن، به ما آزادی، اعتبار، حیثیت و احترام قائلن. بنابراین ما هم یک سهمی باید داشته باشیم، یک سهمی در توسعه این مملکت باید داشته باشیم، خدمتی انجام بدیم در بعد سیاسی. روی این است من فکر کردم که موقعش هست بتونم قدمی جلو بگذارم و با اطمینانی که از نظر به اصطلاح حمایت جامعه ایرانی نسبت به خودم داشتم، مطمئن بودم که هموطنان عزیز ایرانی از من حمایت خواهند کرد و من از این موقعیت استفاده می‌کنم از همه هموطنان عزیز ایرانی در بزرگ شهر تورنتو که در این 1.5 سال گذشته که من شروع کردم به فعالیت سیاسی، حمایتشون بی‌دریغ بوده، بی‌نظیر بوده. واقعا ایرانی‌ها من فکر می‌کنم در این مدت شاهکار آفریدن، اونقدر از من حمایت کردن، اونقدر محبت کردن و هنوز هم این محبت‌ها و حمایت‌ها ادامه داره. من ممنون همگی هستم و مدیون همگی هستم و امیدوارم که بتونیم به اتفاق این حرکت رو به مقصد برسونیم و نشون بدیم که جامعه ایرانی ما چقدر متحد، یک پارچه و همگام هستن همگی با همدیگه و ما هم در این مملکت سهمی داریم، ما هم در این مملکت میتونیم در بعد سیاسی نقشی داشته باشیم. کانادا کشور انتخابی ماست، ما هم حق حقوقی داریم در این مملکت و هم وظایفی داریم که بتونیم اون وظایفمون انجام بدیم. بسیار عالی. خوشحال هستیم که از طرف تلویزیون ایران.tv آمدیم خدمت آقای دکتر و تونستیم که این برنامه رو ترتیب بدیم تا هموطنان و فارسی زبانان عزیز بتونن بیشتر با فعالیت‌های آقای دکتر آشنا بشن. البته آقای دکتر مریدی علاوه بر فعالیت‌های سیاسیشون در فعالیت‌های غیر سیاسی و اجتماعی زیادی در اینجا شرکت دارن. ایشون عضو هیئت علمی یا آکادمیک یک سازمان خصوصی کانادایی در زمینه فیزیک پزشکی و محافظت از تشعشعات هستند. همچنین آقای دکتر به عنوان مشاور ارشد برنامه فیزیک پزشکی در دانشگاه رایرسون تورنتو فعالیت دارند. ایشون به عنوان عضو مشاور کالج سلطنتی جراحان و دندانپزشکان هستند در اونتاریو. عضو هیئت تحریری یک مجله تخصصی هستند به عنوان مجله علمی فیزیک پزشکی با نام The Radiation Safety Journal که در امریکا منتشر میشه. همچنین عضویت در فعالیت در چندین کامیونیتی مختلف، نه تنها در کامیونیتی فارسی زبانان و ایرانیان بلکه انواع کامیونیتی ها رو دارن و به عنوان یک فرد محبوب شناخته شده هستند و از این طریق خدمات خودشون رو به جامعه کانادا ارائه میدن. آقای دکتر اجازه بدید که سوالی بکنیم در مورد طرح‌ها و احتمالاً برنامه‌هایی که حزب لیبرال که شما به عنوان یکی از اعضای اون و کاندیدای ورود به پارلمان در آنتاریو هستید سوال بکنیم که آیا طرح خاص یا برنامه مشخصی در این زمینه برای فعالیت آینده‌تون دارید یا خیر؟ عرض کنم که برنامه حزب لیبرال در ارتباط با ارائه خدمات عمومی در زمینه بهداشت، در زمینه آموزش پرورش و در زمینه حمل و نقل عمومی است. اینا در واقع یکی از صدر برنامه‌های حزب لیبرال رو تشکیل میده. حتما اطلاع دارید که این روزا حزب کنسرواتیو و حزب محافظه‌کار تبلیغات میکنن که ما باید مدارس به اصطلاح مذهبی رو ترویج بدیم و دولت بیاد برای مدارس مذهبی هزینه به اصطلاح پرداخت بکنه. حزب لیبرال با این فکر موافق نیست. ما به عنوان یک حزب معتقدیم که این مسائل خصوصی هست و مذهب رو باید از سیاست، از مدرسه و همینطور از علم باید کنار گذاشت. رئیس حزب کنسرواتیو در صحبتی که اخیراً داشت راجع به خلقت صحبت کرد و گفت که خلقت یک تئوری است. خود این مسئله نشون میده که کنسرواتیوها و محافظه‌کاران در ارتباط با مسائل علمی چقدر اطلاعاتشون کمه و چقدر این مسائل با هم دیگر میخوان مخلوط بکنن. بنابراین حزب ما و شخص بنده معتقدم که ما باید پابلیک ادویکیشن یعنی تعلیمات عمومی رو در حد همگانی با ترویج بدیم و همینطور مسئله بهداشت، بیمارستان‌ها و سیستم بهداشت کانادا و اونتاریو باید همیشه دست دولت باقی بمونه و بخش خصوصی رو از این به اصطلاح خدمات باید دستش رو ما دور نگه داریم تا بتونیم خدمات بهداشت عمومی رو به تک تک آحاد مردم برسونیم. خب البته در این خصوص آقای دکتر بعضی از این موارد مشاهده شده مثل مدارس کاتولیک ها که از بودجه خصوصی استفاده میکنن و علاوه بر این بودجه های خاص دولتی رو هم دارن. آیا حزب لیبرال قصد دارد که تغییری در این برنامه ارائه بده، یعنی این مدارس کاتولیک هم مانند بقیه مدارس
یکسانسازی بشن یا خیر؟ عرض که مدرسه کاتولیکا تاریخش برمیگرده به 140 سال پیش از این، موقعی که اتحادیه کانادا تأسیس شد و اون موقع یک قراردادی بین کوبک و اونتاریو به اصطلاح بسته شد که در کوبک مدارس پروتستان به اصطلاح مورد حمایت قرار بگیره و در اونتاریو مدارس کاتولیک. این یک موضوعی است که در واقع ما به ارث بردیم